طریقه نماز جنازه. دوستای عزیز و گرامی، در این ویدیو مکمل طریقه نماز جنازه را به شکل عملی براتون انشاءالله اجرا میکنم. دوستای عزیز و گرامی، نماز جنازه 4 تکبیر داره. امی که به حساب جنازه آورده شد و صفحه هم درست شد، امام هم حاضر بود. دوستای عزیز و گرامی، چه قسم نیت بکنیم؟ نیتش نیت قلبی کفایت میکنه. هیچ ضرور نیست که ما و شما به زبان نیت بکنیم. امی که ما و شما در یک جنازه اشتراک میکنیم، خوب امی نیت اشتراک میکنیم که نماز جنازه را بخوانیم، اینمی کفایت میکنه. هیچ در زبان نیت نکنیم. امی که به حساب در صفحه ها استاد بودیم، وقتی امام گفت الله اکبر، ما و شما دستا را بسته میکنیم در تکبیر اول. امی که الله اکبر گفته شد، بعد از او سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرک. باز امام تکبیر دوم میگه الله اکبر. در تکبیر دوم دو تا درود خوانده میشه. اول اللهم صل علی، باز اللهم بارک علی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقت تکبیر سوم گفته شد الله اکبر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. باز تکبیر چهارم که گفته شد، باز دو طرف سلام دار میتیم. الله اکبر، السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. طریقش دوستای عزیز و گرامی چه قسم است؟ یعنی در تکبیر اول الله اکبر که گفته شد دستا را بسته کنیم. در تکبیر اول سبحانك اللهم میخوانیم. در تکبیر دوم دو تا درود میخوانیم، اللهم صل علی، اللهم بارک علی. در تکبیر سوم دعایش میخوانیم، اللهم اغفر لحینا. وقتی کسی دعا را یاد نداشته باشه، هر دعایی را که بخوانه میشه، ولیکن کوشش بکنیم که دعا را یاد بگیریم. باز در تکبیر چهارمش دو طرف سلام دار میتیم، السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. این بود طریقه نماز جنازه. این را شیر بکنین که کل دوستا یاد بگیره. جزاکم الله.